تاریخ معاصر ازبک ها در افغانستان به طور جدایی ناپذیر با نام عبدالرشید دوستام پیوند خورده است. گروه قومی که در تاریخ سیاسی افغانستان همیشه در حاشیه بوده، به رهبری عبدالرشید دوستام تا حد پادشاه ساز و تعیین سرنوشت سیاسی کل مردم افغانستان ارتقا پیدا کرد. حکومت دکتر نجیب پس از دست دادن حمایت ازبک ها سقوط کرد. حامد کرزی و اشرف غنی با حمایت آنها رئیس جمهور شدند. حالا ورق برگشته است و به گزارش مؤسسه تحقیقات خاورمیانه نشان می‌دهد که ازبک ها تنها 3% در قدرت حضور دارند. چشمانداز آینده همچنان روشن نیست. ازبک ها با آینده سیاسیشان چی می‌کنند؟ و آیا مارشال دوستام برنامه برای احیای قدرت سیاسی ازبک ها دارد؟ به دیدگاه با من مسعود ملک خوش آمدید.